فکر میکنی همه حیوانا رو دیدی؟ صبر کن. الان قراره با موجوداتی آشناشی که باور نمی‌کنی واقعی هستن. شماره 5، قورباغه شفاف. پوست این قورباغه اونقدر نازکه که اندامهای داخلیش دیده میشن، حتی قلبش. فقط در آمریکای جنوبی پیدا میشه. شماره 4، ماهی قطره‌ای. زشت‌ترین ماهی دنیا شاید، ولی فقط وقتی از اعماق دریا بالا بیاد اینطوری میشه. در عمق اقیانوس ظاهرش کاملاً طبیعیه. شماره 3، پروانه شفاف. بالهایی مثل شیشه، تقریباً نامرئی. در آمریکای مرکزی زندگی میکنه و در نور آفتاب تقریباً محو میشه. شماره 2، آکسولوتل. موجود لبخند زن مکزیکی. نه تنها بامزه است بلکه اعضای بدنش رو دوباره رشد میده. حتی قلبش و بخشی از مغزش رو. شماره 1، روباه پرنده فیلیپینی. خفاشی غول‌پیکر با بالهایی به اندازه انسان. اما نترس، اون عاشق میوه است نه خون. کدومش عجیب تر بود؟ توی کامنت بنویس و اگه خوشت اومد لایک کن تا قسمت بعدی رو بسازم.